أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این تهمت کردن مرد و زنان پاکدامن می باشد، خصوصا زنانی که پاکدامن هستند و خدا ترس هستند، تقوادار هستند، آنها را تهمت به زنا کرده شود. این در نزد الله یکی از گناهانی که کبیره می باشد، بزرگ می باشد، که صاحبی چنین گناه به هلاکت می رسد. که 7 گناهی که انسان را به هلاکت می رساند، یکی از آنها تهمت کردن زنی پاکدامن می باشد. الله می گوید: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. الله میگوید البته کسانی که زنانی پاکدامن را، زنانی آزاد و پاکدامن، غافل از این چیز عملهای قبیح هستند، مؤمنها را اگر تهمت کنند، در این دنیا الله در آخرت و هر دو دنیا لعنت کرده است و برای آنها عذاب بزرگ است. در روز قیامت زبانهایی که تهمت کردند و دستانشان و پایهایشان به آنچه که کردند گواهی می‌دهد. الله لعنت کرده است. برای همین هر کسی که کسی را به یگان دلیل، به یگان حجت تهمت می‌کند، او در نزد شریعت در این دنیا عذابش 80 شلاق می‌گیرد. الله میگوید کسانی که در سوره نور میگوید کسانی که تهمت میکنند زنان و مردان را به زنا تهمت میکنند، اگر آنها 4 شاهدی که شاهدی عدل باشد، که مؤمن باشند، مسلمان باشند، اگر شاهد نآورند، آنها را 80 شلاق بزنید. و شهادت گواهی چنان فاسقان اگر 4 شاهد نآورند، در نزد الله قبول نه، آنها فاسق می باشند. ما باید بترسیم از تهمت کردن. ما کسی رو حمایه نمی کنیم. مثلا زنهایی، حتی زنهایی که به رقص و دیگر چیزها مشغول هستند، آنها یعنی به گناه آلوده شدند، اما آنها رو نیست. وقتی که زناگر گفتیم، ما گناهگار می شویم. حالا اینکه زنهای پاکدامن رو اگر تهمت بکنیم، در شریعت، در چارچوبه شریعت باید مرد و زن وقتی که زناگر گفته شود، باید شخصی که دعوا میکند آنها رو برهنه و عریان و با همخواب دیده شود، 4 شاهد داشته باشد. حتی ویدیو کامره هایم نیز حجت نمی شود. حتی کنایه که وقتی که یک کس با کنایه بگوید که تو زناگری، او باید در نزد الله به گناهی کبیره مرتکب شده است و 80 شلاق در این دنیا میگیرد. و اگر توبه نکند، در دنیا و آخرت الله آنها را لعنت کرده است. در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه، کسی به کسی وقتی که تلاش میکند دشنام میدهد، یکی دیگر را میگوید که مادر من زناگر نبود. سپس همان شخصی که این سخن را گفت، حضرت عمر آن را 80 شلاق میزنند. یعنی مادر من زناگر نگفتن، یعنی مادر تو زناگر است. سپس باید مؤمن زنها باید صبر پیشه بکنند. وقتی که سنت الهی را، غم و هم دین را برداشتند، آنها راهی پاکدامنی را گرفتند، البته تهمت از طرف فاسقان می آید. چگونه که حضرت مریم را گفتند که مادر تو زانیه نبود، اما مریم علیه السلام
این کودک از جانب الله به دنیا آمده بود که الله مقدر کرد در رحم مریم. و اینچنین همسر پیامبر زن پاکدامان عایشه را تهمت کردند. بنابراین الله حمایه زنهای پاکدامن را کرده است. باید مردان غیور باشند که زنهای پاکدامن مسلمان ها را دفاع بکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زن را یهودها لباسش را وقتی که میکشد، رومالش را میکشد، پیامبر بر یهودها لشکر میکشند. اما مسلمانان ما اینقدر بیغیره شدند که زنهای پاکدامن عفیف را چنان بدگویی میکنند، کسی به آنها پاسخ نمیدهد. مادامی که الله و رسول حمایه زنها را کرده است، ما نیز حمایه زنهای پاکدامن را بکنیم. کسانی که تهمت به زنهای پاکدامن را میکنند آنها لعنت شدند. گناه تهمت کردن زنها با زنا این بزرگتر است از مرد را زناگر بگویید اگر چندین جزا برابر است، اما نسبت زن این یک ننگ می باشد. وقتی زن را زناگر گفته شود ننگ تر می باشد. برای من الله لعنت کرده است کسی که بی حجت زن پاکدامن را تهمت می کند. این بود شرح گناه کبیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.